بنابراین بعض عالما رحمت الله علیهم علم را به درخت مانند کردند و عملش را به میوهش. گفتند که العلم من دون العبادة هبا لا يستقر فحرين أن يذهبا والعلم في التمثيل مثل الشجرة اما العبادة فمثل الثمرة. استاد بابای استاد ما شیخ محمد علی ابن عبدالودود الهاشمی رحمت الله علیه گفتند که علم بدون عبادت، علمی به عمل لا يستقر، این علم قرار نمیگیرد در جایش. یعنی فحرین ان یذهب، این علم سزاوار است که نیست و نابود شود علمی به عمل. والعلم فی التمثیل مثل الشجره. ابی اسحاق البیری علم را به شمشیر مانند کردن. در درس گذشته گفتیم شمشیری تیزی با قوتی هندیه که در وقت زدن خطا نمی کند و بابای استادمون به درخت مانند کردن. گفتن که والعلم فی التمثیل مثل الشجره. اگر ما علم مثال بیاریم، به یک چیز ضرب المثل زنیم، به چیزهای حسی اگر مانند کنیم، علم مانند درخت است. اما العبادة فمثل الثمره. عبادت یعنی عمل کردن به علم مانند میوهش است و به همگان معلوم است که میوه به درخت نمیشه، یعنی بدون علم عمل تصور کرده نمیشه و علم لازم است. ولا خیر فی شجرة لا ثمرة فیها. اون درختی که میوه ندارد اون درخت هم دیگر هیزم است، در آن درخت دیگر خیر نیست.